چطورید؟ من کد پارسا هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. امروز اومدیم با آموزش شاتگان برای شما که چند تا نکته داره. نکته اول اینکه شما باید پینگ خوبی داشته باشید. پینگتون بین 40 تا 60 باشه. این شد از پینگ. نکته دوم موومنت خوب. براتون دو نوع موومنت آوردم. اولیش برای کسایی که تا حالا شاتگان نزدن، برای 3 انگشتی ها و 2 انگشتی هاست. اول اینکه شاتگان تو دستت میگیری، یه اسلاید میزنی، بعد دکمه تیر رو میزنی این شکلی. نکن این شکلی. این شد برای 2 انگشتی. حالا برای کسایی که 4 5 6 انگشتی هن، یه موومنت دیگه است به نام موومنت اسلاید جامپ. اول شما این دکمه حرکتتون رو به سمت چپ، بعد وسط، بعد اسلاید، بعد جامپ. حالا بریم با هم تست کنیم. این شکلی دیدی؟ حالا اگه انمیتون اینجا بود یه اینطوری میزنش. نکن یه اسلاید، یه اینطوری میزنش. نکته سوم، کاورتون هیچ وقت ول نکنید. 90% اونی که کاور داره برنده است. مثلا بذارید من این بات بیارم. نکنید اینجا مثلا من کاور دارم. نکن مثلا انمی داره راشه منو میره. اینجا نکن من با کاور میام اینو میزنم. نکن با کاور اینو میزنم. با کاور یا اینو میزنم. خب کاورتون هیچ وقت ول نکن. نکته 4، همیشه توی بتل رویال اگه تو جایی هستی که کاور نداری، سعی کنه در جایی که جاشون شیب داره اینطوری بیاید و بخوابید رو زمینش. اگه اونجا انمی بیاد یه لحظه بلند میشی و با اساس میزنش دیگه. نیا کن میپری علی میزنش. این شد از این. روزی 40 تا 50 بار باید با شاتگان این دوتا موومنت رو تمرین کنید. اینم شد از آموزش شاتگان و تا ویدیوی بعد دوستتون دارم و خداحافظ.